به نام خدا. سلام دوستان عزیزم، وقتتون بخیر باشه. پادکست صدای سکوت امروز رو با کتابی زیبا شروع میکنم. یوگا برای بانوان، هدیه‌ای ماندگار برای بانوان ایرانی. نویسنده شاکتا کور خالسا، مترجم ساسان تصاعدی، که نوبت چاپ سومش در سال 1386 توسط نشر دانشگاه شیراز چاپ شده. این کتاب بسیار زیباست و من قسمت‌هایی رو که تمرین‌های یوگا رو توضیح نمیده رو برای شما میخونم. امیدوارم که همتون به این ورزش زیبا روی بیارین و متوجه بشین که چقدر علاوه بر جسمتون، روح و روانتون نیز آرامش پیدا میکنه. من خودم تو زمینه یوگا کار میکنم و به همه پیشنهاد میکنم که این کتاب رو دنبال کنید تا به یوگا علاقه‌مند بشید. ابتدا نوشته پشت جلد کتاب رو برای شما میخونم و سپس کتاب رو با هم شروع میکنیم. این کتاب تعالی بخش به تمامی گروه‌های سنی بانوان ایرانی تقدیم می‌گردد. نکات برجسته این کتاب: پی بردن به تأثیرات شگفت‌انگیز آسانه‌ها به صورت مرحله به مرحله همراه با تصاویری زیبا و آرامش بخش. آگاه شدن از اسرار شفابخش یوگا و همچنین درمان‌ها و دستورالعمل‌هایی که نسل به نسل منتقل شدند. ماجراهایی الهام بخش از بانوانی که زندگی آنها از طریق یوگا متحول شده است. یوگا برای بانوان، یک سفر اکتشافی به درون است. سفری که بانوان را در هر مرحله از زندگی پرورش داده و از هر لحاظ توانمند می‌سازد. با من همراه باشید که این کتاب رو ورق بزنید. ترجمه این کتاب را به روح بلند پدر بزرگوارم، به مادر مهربان و فداکارم و به برادر عزیزم تقدیم می‌کنم. نوشته مترجم. ابتدا با مقدمه مترجم، سپس پیشگفتار نویسنده و بعد معرفی یوگای بانوان شروع شده. مراحل مقدماتی: اصول یوگا، گرم کردن بدن برای انجام یوگا، آسانه‌های مخصوص بانوان. مرحله بعدی وانهاده شدن و انرژی گرفتن. فصل بعد متعادل شدن. فصل بعدی عشق ورزیدن و بچه داری کردن. فصل بعدی سالخوردگی خوشایند. مقدمه مترجم: احتمالاً انسان یگانه مخلوق نگران خدا بر روی زمین است. نگران زندگی، بیمناک از آینده، ناخشنود از لحظه حال، ناتوان در حل مسئله مرگ و عاجز از رسیدن به آرامش. لوئیس توماس. امروزه بشر علیرغم پیشرفت در صنعت و تکنولوژی و مدرن شدن زندگی، به جای کسب آرامش هرچه بیشتر، روز به روز از طبیعت اصلی خویش فاصله جسته و بر استرس و آشفتگی‌های ذهنی و در نهایت بر آسیب‌های روانتنی خود افزوده است. به طوری که همه ساله در تمامی جوامع، از کشورهای جهان سوم گرفته تا کشورهای صنعتی و توسعه یافته، آمار بیماری‌های روحی روانی روندی رو به رشد داشته و داروهای آرامبخش و ضد افسردگی جزء پرمصرف‌ترین و پرفروش‌ترین داروها بودند. اما در همین جوامع و در همین دنیای سراسر خشونت و آکنده از تنش، همیشه و در همه حال افرادی که از طریق پرورش فکر و ذهن خود به درونگری، خودشناسی و خداشناسی همت گماشتند، نه تنها توانستند افکار منفی و استرس را از ذهن خود بزدایند، بلکه با رسیدن به آرامش و ارتباط بیشتر با خداوند هستی بخش، هم از امکانات جامعه خود استفاده بهتری جسته و هم تأثیرات مثبت و عمیقی را بر اطرافیان خود گذاردند.
در این میان پرداختن به یوگا و مراقبه یکی از جامع‌ترین شیوه‌های رهایی از استرس بوده و به جرئت میتوان گفت که کاملترین روش برای پرورش ذهن و روح و جسم و برای رسیدن به آرامش و ارتباط با خداوند می باشد. خانم شاکتا کاور خالسا با تألیف این کتاب که حاصل سالها تجربه ایشان در زمینه یوگا می باشد، توانسته است با ارائه رویکردی نوین به یوگای بانوان، شخصیت و هویت واقعی زنان که هنوز در بسیاری از جوامع، حتی از ناحیه خود زنان، نادیده انگاشته شده را به شیوهی علمی و عرفانی نمایان سازد. اکنون خداوند متعال را سپاس می‌دارم که به مدد لطف و اراده او مجال آن را یافتم تا با ترجمه این کتاب قدمی هرچند کوچک را در جهت اطلاع روحی و فکری مادران و خواهران هموطنم بردارم. در اینجا بر خود لازم می‌دانم که یاد مرحوم دکتر عباس روحبخش، استاد برجسته یوگا از بنیانگذاران یوگا در ایران را گرامی بدارم. امیدوارم با ترجمه این کتاب گوشه‌ای از خط مشی فکری ایشان، معرفی نمودن شیوه‌هایی از یوگا که با فرهنگ ملی ما ایرانیان تناسب داشته باشد را دنبال نموده باشم. در پایان از زحمات جناب آقای محمد فقیه فرد، مدیریت محترم لیتوگرافی رنگسار که با عشق و علاقه کار تصحیح رنگ و رتوش تصاویر را برای چاپ سوم این کتاب انجام دادند و نیز سرکار خانم مژگان شاملو که کار حروفچینی متن را تقبل نمودند، نهایت تشکر را دارم. همچنین لازم می‌دانم که یاد دوست عزیزم زنده یاد داریوش محمدخانی را نیز گرامی بدارم، کسی که عاشقانه و با زحمات شبانه روزی و بی‌شائبه خود طراحی ارزنده و با ظرافتی را در خصوص پوشش لباسها و صفحه آرایی ارائه نمود. روحش شاد و قرین رحمت الهی باد. ساسان تصاعدی، اردیبهشت ماه 1387 شیراز. اما پیشگفتار نویسنده: من علاقه زیادی به آموزش دادن یوگا بانوان دارم. یوگا و بانوان همانند چای و بیسکویت می باشند. چه تناسب زیبا و دلنشینی! بانوان همیشه دوست دارند که همراه با سایر بانوان وانهاده شوند. ما دوست داریم که تجربیات خود را با دیگران رد و بدل نماییم. اغلب اوقات پس از پایان کلاس‌های یوگا، گفتگوهای الهام بخش، صمیمانه و تا اندازه خصوصی را با یکدیگر انجام می‌دهیم. مطمئناً در پایان کلاس بسیاری از افراد می‌گویند آه که چه خوب و لذت بخش بود. من واقعاً به این کلاس احتیاج داشتم. درست در آن سوی راحتی آرام بخش یوگا، قدرت پویا و دگرگون کننده آن قرار دارد. طی سالهای زیادی که به تمرین یوگا مشغول بودم، خصوصیاتی در من پرورش یافته که هرگز تصورشان را نمی کردم. من واقعاً آن آدم قبلی نیستم. به اعتقاد من اتم‌ها و مولکول‌های بدن من نسبت به قبل تغییر یافتند. من زندگی جدیدی را آغاز نمودم. یک زندگی که در آن هر روز به تمرینات یوگا می‌پردازم. اکنون احساس می‌کنم که زندگی برای من خیلی آسان‌تر شده است. البته این بدان معنی نیست که دیگر مشکلی وجود ندارد، بلکه منظور من این است که اکنون به خوبی می‌توانم با مشکلات خود کنار بیایم. من توانایی عبور از بحران‌های زندگی را به مداومت در انجام تمرینات روزانه یوگا و لذت بردن از آن نسبت می‌دهم. کلمه روزانه واژه مهمی است، اما اجازه ندهید این کلمه در شما هراسی ایجاد نماید. این گونه فکر کنید که یک تمرین ثابت روزانه 10 الی 15 دقیقه بعد از 4 الی 6 روز معادل 1 ساعت یا چیزی در این حد می باشد.
با داشتن استمرار در حرکات یوگا احساس خواهید کرد که قدی بلندتر، ستون فقراتی صافتر و اندامی زیباتر دارید. شما آگاهی بیشتری از روند تنفس خود به دست آورده و برای وانهاده شدن تنفس خود را عمیق‌تر می‌نمایید. شما با پرداختن به تمرینات یوگا نگرش جدید و مثبتی را تجربه خواهید نمود. عواطف و هیجانات شما متعادل خواهد شد. امور پیش پا افتاده و حتی مهم دیگر همانند سابق بر شما احاطه و تسلط نخواهد داشت. با گذشت زمان زخم‌های گذشته و آثار تعلمات روحی و عاطفی شما بهبود می‌یابند. شما قدرت و اعتماد لازم برای تحقق رویاهای خود و حتی فراتر از آن را پیدا خواهید کرد. این قدرت شفابخشی و دگرگون کننده یوگاست که در صفحات این کتاب وجود دارد و حالا اگر آماده هستید بیایید تا شروع کنیم. محدودیت‌های جسمی از دیدگاه پزشکی. در صورتی که دچار یکی از ناراحتی‌های زیر می‌باشید، یوگا را به ملایمت و به آرامی تمرین کرده و از ابزارهایی که توصیه شده است استفاده نمایید و یا اینکه کلاً از انجام یک سری از آسانه‌های خودداری ورزید. افرادی که دچار ناراحتی قلبی و مبتلا به آسم میباشند از انجام تمرینات تنفسی، وضعیت‌های هوازی و کلاً انجام حرکات دشوار خودداری نمایند. افرادی که دچار ناراحتی‌های ستون فقرات و پوکی استخوان میباشند از انجام حرکات خم شدن به عقب، وضعیت‌های معکوس، پیچش ستون فقرات و وضعیت‌های تعادلی خودداری ورزند. حاملگی‌های پرخطر و عوارضهای بعد از زایمان. این افراد پیش از پرداختن به یوگا میبایستی به وسیله پزشک معالج خود معاینه شوند. مشکلات تعادلی و بیماری‌های مربوط به سیستم عصبی از انجام وضعیت‌هایی که نیاز به حفظ تعادل بدن میباشد، به خصوص تعادل بر روی یک پا و یا بر روی دست‌ها خودداری شود. به خاطر داشته باشید که یوگا رقابتی نمی باشد. بنابراین آن را متناسب با توانایی و ظرفیت خود تمرین کنید. بستگی به توانایی جسمانی خود ممکن است لازم باشد تا یک سری محدودیت‌ها را به کار ببرید. در صورتی که در حین انجام یکی از وضعیت‌ها احساس ناراحتی می‌کنید، فوراً انجام آن را متوقف نموده و به انجام وضعیت بعدی بپردازید و یا در صورت امکان حالت ساده شده آن را انجام دهید. همیشه می‌توانید قبل از انجام آسانه‌ها درباره هر یک از آنها با پزشک خود مشورت نمایید. معرفی یوگای بانوان. مطالب مندرج در این کتاب ابعاد مختلف وجود شما را به عنوان یک زن پرورش می‌دهد. همانطور که ممکن است مطلع باشید، یوگا هنر و علمی باستانی است که سلامتی و تندرستی را برای جسم، ذهن و روح شما به ارمغان می‌آورد. یوگا این مهم را از طریق یک سری تمرینات حرکتی، تمرینات تنفسی و تمرکز ذهن به انجام می‌رساند. افرادی که به تمرینات یوگا مبادرت می‌ورزند همگی اظهار می‌دارند که پس از انجام یوگا احساس وانهادگی بیشتری نموده، استرس کمتری دارند و احساس می‌کنند که با هستی درون و با خویشتن حقیقی خویش در تماس می‌باشند. چرا یوگا برای بانوان؟ یوگا برای همه افراد، اما از آقایان، بانوان و کودکان مفید می‌باشد. پس چرا یک کتاب منحصراً برای زنان تألیف می‌شود؟ همه ما می‌دانیم که نیازها، مسائل و مراحل زندگی ما زنها کاملاً واضح و معلوم است. کافی است برای چند لحظه فکر کنید که چطور نگرش و سلامتی یک زن تحت تأثیر هورمون‌های وی می‌باشد.
هورمون‌هایی که دوره‌های قاعدگی، حاملگی و یائسگی را کنترل می‌کنند. یوگا این هورمون‌ها را در مراحل مختلف زندگی یک زن به طور کارآمد و مؤثری متعادل می‌سازد. البته یوگا نه فقط برای تغییرات جسمی که زنان دستخوش آن هستند، بلکه برای متعادل ساختن هیجانات و عواطف زنان نیز مفید و مؤثر میباشد. این هنر باستانی در کاستن اثر بیماری‌هایی چون سرطان سینه و پوکی استخوان نیز نقش مؤثری را ایفا می‌نماید. از طرف یوگا با ایجاد دیدگاه‌های روحانی و معنوی نیاز زنان به داشتن یک زندگی آرام و راحت را برآورده می‌سازد. حدود 85% افرادی که به تمرینات یوگا می‌پردازند را زنان تشکیل می‌دهند. ما بنا به دلایل متعددی جذب یوگا می‌شویم. برای دستیابی به آرامش، کسب انرژی و حفظ انعطاف پذیری. معمولاً زنان از لحاظ جسمی و ذهنی انعطاف پذیری بیشتری نسبت به مردان دارند. ما زنها با بدنهایی انعطاف پذیر خلق شده‌ایم، به طوری که توانایی حامل شدن و به دنیا آوردن فرزندان را دارا می‌باشیم. ما دارای یک توانایی ذاتی هستیم که باعث می‌شود تا بتوانیم بسیاری از کارها را به یکباره انجام دهیم. از فرزند بیمارمان سرپرستی نماییم، آشپزی کنیم و در همان حال با تلفن صحبت کنیم. حتی ممکن است بتوانیم چند کار دیگر را نیز به یکباره انجام دهیم. به بیانی دیگر، ما زنها به طور طبیعی از یک انعطاف پذیری روحی برخوردار می باشیم که به ما این امکان را می دهد تا در زندگی همسو با جریان شنا کنیم. اینها ویژگی های برجسته‌ای هستند که با تمرین یوگا و انجام مراقبه تجلی می یابند. تجلی این ویژگی ها را می توان با موسیقی های زیبا و دلانگیزی که به خصوص برای استفاده از این کتاب تعبیه شدن افزایش داد. بخش منابع موسیقی صفحه 225 ملاحظه شود. ما از طریق یوگا تأثیر متقابل بین وانهادگی و ایجاد شور و نشاط را تجربه خواهیم کرد. توانایی اینکه در یک زمان هوشیار بوده و در صلح و صفا، آرامش و سرشار از انرژی باشیم. ما همانند سایر زنان نیازهایی داریم. من در طی سالهایی که به تمرین و تدریس یوگا مشغول بودم متوجه شدم که یوگا مستقیما به قلب این نیازها نفوذ می‌کند. ما نیاز داریم که احساس کنیم کسی ما را دوست دارد. یوگا عشق به خود را در ما توسعه می‌دهد. ما نیاز به احساس امنیت داریم. یوگا باعث می‌شود که یک زن به این نکته پی ببرد که امنیت او در درونش جای دارد. ما نیاز داریم که خود را تحقق بخشیم. یوگا خودآگاهی و تحقق بخشیدن به خود را در ما ایجاد می‌کند. وقتی که یک زن بداند در درون خودش فردی کامل میباشد، تمامی روابط او از این شناخت بهره‌مند میشوند. او فقط با حضورش باعث تعالی یافتن همسر، فرزندان، والدین و همکارانش میشود. به عقیده من شما با کتاب یوگا برای بانوان یک خانه پرارزش را با جواهراتی که یوگای بانوان به شما ارزانی می‌دارد تزیین می‌نمایید. درمان‌ها و سایر موارد. شما در این کتاب درمان‌ها و دستورالعمل‌های شفابخشی را خواهید یافت که بر پایه علم کهن یوگا بنا شده‌اند. این موارد شامل ماساژ دادن سیستم لنفاوی خود در نواحی فوقانی قفسه سینه و زیر بغل باعث تحریک جریان خون و جریان انرژی شده و از ایجاد حالت ایستایی که یکی از عوامل ایجاد کیست در بدن می باشد جلوگیری می کند. 2. طرز تهیه شیر طلایی یا گلدن میلک که حاوی زردچوبه است و برای حفظ نرمی مفاصل مفید می باشد. یک نوشیدنی خاص برای زنانی که در روزهای اول پس از زایمان به سر میبرند. نوشیدنی که به آنها انرژی بخشیده تحریکات دستگاه گوارش را آرام می نماید.
مواد مغذی موجود در شیر سینه آنها را متناسب کرده و به این ترتیب غنی‌ترین خوراک را برای نوزاد تازه متولد شده آنها فراهم می‌آورد. علاوه بر این در سرتاسر این کتاب به طور پراکنده ماجراهای الهام بخش از زبان زنان نقل شده که زندگی آنها از طریق یوگا متحول شده است. بنابراین همان گونه که برای تمام عمر یوگا را به عنوان بهترین دوست خود برمی‌گزینید و ارتباط خود را روز به روز با او گسترش می‌دهید، می‌توانید ماجرای متحول شدن خودتان را نیز برای دیگران نقل نمایید. مراحل مقدماتی. ویژگی منحصر به فرد یوگا در این است که سیستمی ثابت و تغییر ناپذیر می باشد. من متوجه شدم که در حین انجام تمرینات یوگا به من الهام می شود و توان آن را می یابم که یوگا را بیشتر تمرین نمایم. مثل اینکه یوگا به من می گوید تو قدم اول را بردار، بقیه قدم ها را خودم برخواهم داشت. البته تجربه از هر چیزی بالاتر می باشد. بنابراین در یک مکان ساکت قرار گرفته و آماده شوید تا سفر یوگا را آغاز نمایید. در این قسمت از کتاب شما مفهوم این تصویر بزرگ و بسیاری از ریزه‌کاری‌های یوگا را درک خواهید نمود. نکاتی که یوگا را به یک تمرین جالب و دگرگون کننده تبدیل می‌نماید. اصول یوگا. پیشینه تاریخی یوگا قدیمی‌تر از زمان به سطح رسیدن آن می‌باشد، به طوری که ممکن است مربوط به ده‌ها هزار سال پیش باشد. زیبایی یوگا در این امر نهفته است که به همان اندازه که با زندگی در قرن‌های گذشته مناسبت داشته، با زندگی ما در قرن 21 نیز مناسبت دارد. اگر من بخواهم خوشایندترین چیز زندگیم را نام ببرم، خواهم گفت که آن تمرین روزانه یوگا و مراقبه می باشد. من دوست دارم در سکوت کامل ساعت اولیه صبح و دقیقاً هنگامی که اشعه خورشید در آسمان تابیده شده و پرندگان شروع به نغمه‌خوانی می‌کنند، به تمرین یوگا مشغول شوم. در طی روز هنگامی که اوضاع آشفته و ناآرام می‌شود، فوراً احساسی که در صبح زود در من ایجاد شده بود را در ذهن خود مرور می‌کنم و از این طریق مجدداً آرامش خود را به دست می‌آورم. بنابراین به خوبی مشخص است که یوگا نیاز به توضیح بیشتری دارد. اما یوگا در لغت به چه معنی می باشد؟ من همیشه از کند و کاو نمودن در خصوص منشأ یک کلمه لذت می برم. زیرا از این طریق می توانم نظری اجمالی به معنی اصلی آن داشته باشم. کلمه یوگا از لغت سانسکریت یوگ آمده و به معنی اتحاد و یکی شدن می باشد. یوگا چه چیزهایی را یکی و متحد می نماید؟ تمام اجزای مختلف خودمان که اغلب منظور یکی شدن جسم، ذهن و روح می باشد. به عبارت دیگر یوگا وسیله‌ای برای کامل شدن می باشد. آیا به راستی می دانید که واژه کامل سرمنشأ لغاتی چون تندرستی، التیام و مقدس می باشد؟ همانطور که می بینید واقعا شگفت‌انگیز است که یک واژه‌نامه معمولی بتواند منبع روشنبینی یا روشنگری باشد. تمرکز اصلی این کتاب بر روی آساناها، وضعیت‌ها و تمرین‌ها، پرانایاما، تکنیک‌های تنفسی و تمرین مراقبه می باشد. اینها ابزارهای یوگا هستند. ابزارهایی برای به دست گرفتن و به کار بردن تا بتوانیم تحولی مثبت را در خود ایجاد کرده و الگوهای مخرب را از وجود خود بزداییم و همانی باشیم که هستیم. با تعمق هرچه بیشتر در حین انجام تمرینات، عناصر بیشتری در رابطه با یوگا وارد صحنه می شوند. مفهوم یوگا در این کتاب. با اینکه سبک اصلی من کندالینی یوگا بوده و سالهای زیادی است که به تمرین آن مشغول می باشم، ولی من از تمرین کردن هاتا یوگا نیز خیلی لذت می برم. دیدگاه من در شکل دادن چنین کتابی این بوده که ترکیبی متناسب و هنرمندانه از هاتا یوگا و کندالینی یوگا را ایجاد نمایم
تا بتوان از هر دوی آنها بهترین نکات را استخراج کرد. گرچه در واقع هاتا یوگا و کندالینی یوگا هر دو متعلق به عالم یوگا می باشند و به همین دلیل وضعیت‌های آسانه‌های مشابهی را دارا می باشند. یوگا سوتراها یا کلمات قصار یوگا. علم یوگا از قرنها پیش شناخته و تمرین می شده، اما به طور مشخص مکتوب نشده بود تا اینکه در حدود سال 2000 پس از میلاد مسیح یک پزشک فرزانه به نام پاتنا آنجالی علم یوگا را به شکلی که به آن یوگا سوتراها گفته می شود طبقه بندی نمود. یاما کمک به حفظ اعتدال و پرهیزگاری. نیاما که قواعد اصلی خود انضباطی و آگاهی درونی را پیریزی می کند. آساناها یا وضعیت‌های یوگا که بدن را سالم و ذهن را آرام می کند و فضایی را ایجاد می نماید که در آن انرژی حیاتی به آسانی به جریان می افتد. پرانایاما یا علم کنترل تنفس که تمرکز آن را بر پیوند بین تنفس، جسم و ذهن می باشد. پراتیاهارا مرحله‌ای که شخص نسبت به افکار خود آگاه شده و قادر به کنترل آنها می گردد. دهارانا زمانی که ذهن به یکباره به درون خود کشیده شده و به یک نقطه درونی متمرکز می شود. دهایانا مراقبه یا مدیتیشن نمودن در یک فضای درونی سرشار از آگاهی بدون اینکه بر روی موضوع خاصی متمرکز شود. سامادی یا سامادیهی یک حالت خلسه و از خود بی خود شدگی می باشد که در آن یک مراقبه کننده با موضوع مربوط به مراقبه یکی می شود. من در اینجا برای کسانی که ممکن است به تازگی به یوگا و به خصوص به هاتا یوگا و کندالینی یوگا آشنا شده باشند زمینه‌ها و اصول مربوط به هر یک را اشاره نمودم. سبک‌های گوناگون یوگا. سبک‌های یوگا آنقدر زیاد است که ممکن است سرتان گیج برود. سعی کنید آنها را مثل شعاع‌های نور خورشید تصور نمایید، زیرا همگی از یک منبع نشأت می‌گیرند و به همین دلیل به همدیگر مرتبط می‌باشند. البته این امر طبیعی است که در طول زمان تفاوت‌های بارزی بین مکاتب مختلف یوگا به وجود بیاید. حتی بایستی آن را به فال نیز گرفت، زیرا این تنوع باعث شده که هر کسی بستگی به نیازها و توانایی‌هایش از آن بهره جوید. مرکز نامرئی انرژی یا مراکز نامرئی انرژی. بر اساس دانش یوگا، بدن از یک سری مراکز انرژی به نام چاکرا تشکیل شده است. این مراکز برای ما قابل رؤیت نمی باشند. افرادی که موفق به دیدن چاکراها شدند میگویند که این مراکز انرژی همانند چرخه‌های سیالی از نور می باشند، هر کدام با رنگ مخصوص به خودش که به طور مداوم در حال حرکت می باشند. چاکراها به عنوان مدخل ورودی انرژی کیهانی یا پرانا می باشند. انرژی که در اطراف همه ما وجود دارد. در بدن 8 چاکرا وجود دارد. چاکرای اول در بین ستون فقرات و ناحیه اجان یا میان روح قرار دارد که ما را بر روی زمین استوار نگه می دارد و مرتبط با نیازهای اولیه ما می باشد. چاکرای دوم در مجاورت اندامهای تناسلی قرار دارد و به انرژی جنسی و خلاقیت مرتبط می باشد. چاکرای سوم در ناحیه ناف می باشد. استقامت، اراده و سلامت فرد مربوط به این چاکرا می باشد. چاکرای چهارم در مرکز قفسه سینه یا مرکز قلب قرار دارد و مربوط به عشق به انسانها و به جهان هستی می باشد. چاکرای پنجم در ناحیه گلو قرار داشته و با توانایی شاخص در صداقت گفتار مرتبط می باشد. چاکرای ششم در مراکز پیشانی
و محل بین دو ابرو قرار دارد و به همین دلیل آن را به عنوان نقطه ابرو نیز می‌شناسند که با قدرت درون نگری و ویژگی‌های ژرف نگری مرتبط میباشد. چاکرای هفتم در ناحیه تاج سر قرار دارد و مربوط به یکی شدن با روح عالم هستی میباشد و چاکرای هشتم که گاهی اوقات به آن حاله یا حوزه الکترومغناطیسی اطراف بدن میگویند، این چاکرا در برگیرنده هر یک از 7 چاکرای بدن میباشد. مطلبی در خصوص هاتا یوگا. کلمه هاتا از دو واژه سانسکریت ها به معنی خورشید و تا به معنی ماه درست شده است. هاتا یوگا آمیزه است از خورشید مذکر، انرژی فعال همراه با ماه مؤنث پذیرنده انرژی که در هر یک از ما وجود دارد. تمرین‌های هاتا یوگا شامل وضعیت‌های ساکن و وضعیت‌های حرکتی به نام آسانا میباشد. در اینجا انواعی از آساناها بیش از 200 عدد وجود دارد. تمرکز اصلی آساناها بر روی ساختمان‌های اسکلتی و عضلانی استوار میباشد. افزودن یک الگوی تنفسی آگاهانه به این وضعیت‌ها خون و همچنین انرژی را در بدن به جریان انداخته و باعث متعادل شدن سیستم سمپاتیک و پاراسمپاتیک شده و عملکرد سایر سیستم‌های بدن را کنترل می‌کند. به بیان دیگر آساناها تمرین‌های کلیدی برای جسم، ذهن و روح میباشند. انواع گسترده و متنوعی از سبک‌های هاتا یوگا وجود دارد. در این کتاب تمریناتی از هاتا یوگا گنجانده شده که برای همه افراد مناسب و قابل استفاده بوده و حتی بعضی از خصوصیات‌های وینی یوگا را نیز در بر دارد. وینی در زبان سانسکریت به معنی فردی است. این واژه همچنین به معنی گام به گام و به تدریج نیز می باشد. در شیوه وینی یوگا روند تمرین ها آهسته بوده و متناسب با نیازهای فرد می باشد. مطالبی راجع به کندالینی یوگا. کندالینی از واژه کندال می آید که به معنی حلقه گیسوی یار می باشد. غیر حلقوی کردن این مو بیداری کندالینی نامیده می شود. نیروی آفرینشگری که تقریباً در وجود همه ما انسان‌ها وجود دارد. در واقع نیروی کندالینی همان روح عالم هستی و یا به عبارتی همان روح الهی می باشد که حلقوی شده است. این مرحله غیر حلقوی کردن به عنوان بیداری کندالینی می باشد. اما در واقع آنچه غیر حلقوی شده و بیدار می گردد فقط خود شما هستید. نه چیزی کمتر و نه بیشتر. این یک توانایی درونی خود واقعی است که بیشتر انسان‌ها از آن استفاده نمی‌کنند. به زبان ساده‌تر یوگا علم مربوط به این خود میباشد و کندالینی بیدار کردن این خود است. هدف اصلی هاتا یوگا ایجاد جریان متعادلی از انرژی در چاکراها، مراکز انرژی بدن میباشد. ستون سمت چپ ملاحظه شود. بر اساس روایات مربوط به یوگا در بدن ما علاوه بر انرژی که در حال جریان می باشد، انرژی دیگری نیز وجود دارد که هنوز به مصرف نرسیده است. این انرژی نهفته که محل آن در زیر 4مین مهره ستون فقرات می باشد، از طریق کندالینی یوگا و انجام صحیح تمرینات آن تحریک شده و به فعلیت در می آید. همانطور که توسط مربی من یوگی بهاجان به من تعلیم داده شد، شما نیز در صورتی که به طور ثابت و طی یک دوره زمانی به تمرین یوگا مبادرت ورزید، این انرژی به تدریج به سمت مرکز ستون فقرات بالا می رود و باعث متعادل شدن چاکراهای بدن شده و ترشح غده پینئال یا صنوبری موجود در مرکز جمجمه را فعال می نماید. اگرچه بعضی از عملکردهای غده پینئال هنوز به خوبی روشن نشده، ولی در دانش مربوط به یوگا وجود این غده را هم از بعد جسمی و هم از بعد روحی با اهمیت دانستند. کندالینی یوگا هم شامل وضعیت‌های ساکن و هم شامل تمرین‌های فعال می باشد. بسیاری از این وضعیت‌ها مشابه با هاتا یوگا می باشد که اغلب
همگام با الگوهای تنفسی هستند. تمرکز ذهن در طی انجام تمرینات یوگا. در طی انجام تمرینات یوگا با متوجه نمودن تمرکز خود بر روی تنفس، ذهن خود را در لحظه حال حفظ نمایید. می توانید تنفس خود را بشنوید، احساس کنید و حتی تصور کنید. همانطور که عمل دم را انجام می دهید، مشاهده کنید که پرانا یا انرژی حیاتی وارد بدن و ذهن شما می شود. در ذهن خود پرانا را به صورت نور در حال چرخش مشاهده کنید که باعث شادابی و نشاط شما می شود. نوری که با وجود آن هر چیزی برای شما میسر می شود. سپس همچنان که عمل بازدم را انجام می دهید، آپانا، انرژی های استفاده شده، تفکرات و احساسات کهنه، تنش ها، ناراحتی ها و سایر چیزهای دیگر را بیرون بریزید و آماده شوید تا تنفس بعدی را شروع نمایید. ورود و خروج هوا را علاوه بر شنیدن احساس کرده و تصور نمایید. صوتی که اغلب در یوگا استفاده می شود اوم نام دارد. صوت دیگر سات نام بر وزن بات مام می باشد. معنی این صوت یعنی حقیقت خداوند در درون من و ماست. در صورت تمایل می توانید از عبارات تأکیدی که در زبان خودتان صحبت می کنید نیز استفاده نمایید. به عنوان مثال من هستم، من هستم. وانهادگی و مراقبه. انجام یک وانهادگی عمیق و همچنین پرداختن به مراقبه متعاقب تمرین‌های روزمره یوگا انرژی متعادلی را به جسم و ذهن شما می‌دهد. یک ذهن مراقبه‌گر و یک ذهن وانهاده شده با هم به پیش می‌روند. تمرین وانهادگی شما تأثیر مراقبه را در شما افزایش می‌دهد و تمرین مراقبه وانهاده شدن را به شما می‌آموزد. تعالیم یوگا حاکی از آن است که زمان لازم برای ایجاد اثرات مطلوب مراقبه متفاوت میباشد. اگرچه بعضی از مراقبه ها مدت زمان خاصی را دارند و نبایستی این مقدار زمان را افزایش داد. اکثریت مراقبه ها در مدت زمان 11 دقیقه انجام می شوند. زمان لازم برای اینکه غده هیپوفیز و سیستم عصبی تنظیم شوند و همچنین نگرشتان دگرگون شده و بهبود پذیرد، پس از 31 دقیقه مراقبه تمامی ذهن و چاکراهای شما به طور مثبتی تحت تاثیر قرار می‌گیرند. پس از یک مراقبه 62 دقیقه‌ای ضمیر ناخودآگاه شما به طور مثبتی تغییر یافته و با ضمیر خودآگاه شما تلفیق می‌گردد. هر کدام از فصول این کتاب به صورت یک رقص زیبا و مؤثر یوگا و مراقبه طراحی شدند تا بتوانند با موضوعات مربوط به زنان همساز و همگام شوند. تا آنجا که ممکن است در پایان تمرینات حداقل مدت 5 دقیقه و ترجیحاً 11 دقیقه را به انجام مراقبه اختصاص دهید، زیرا و روز خود را با یوگا آغاز کنید. این امر می‌تواند تحولی عمیق را در نحوه گذران آن روز برای شما ایجاد کند. بعضی از بانوان دریافتند که پرداختن به یوگا در هنگام بعد از ظهر باعث ایجاد تجدید قوا در آنها می شود، به طوری که در مابقی روز آرام و وانهاده می شوند. بسیاری از زنان به خصوص آنهایی که دارای فرزند می باشند پی بردند که هنگام شب موقعی که خانه ساکت است بهترین زمان برای پرداختن به یوگا می باشد. با این حال شما در زندگی پرمشغله خود می توانید مدت زمان انجام یوگا را فشرده تر سازید. من تضمین می نمایم که این کوشش به زحمتش می ارزد. و متاسفانه وقت به من اجازه نمیده که بیشتر از این کتاب زیبا برای شما بخونم. این کتاب رو تهیه کنید، لذت ببرید. حتی CD انجام حرکات یوگا هم وجود داره که میتونید بذارید و همزمان باهاش حرکات رو انجام بدید. امیدوارم که هر کسی از ما یک ورزش رو به طور حرفه‌ای ادامه بده، مخصوصاً ورزشی که با ذهن و روح و روان علاوه بر جسم کار میکنه. از اینکه با من همراه بودید سپاسگزارم. تا وایس بعدی، خدا نگهدارتون.